روزتون بخیر. برای تنظیمات گوشی، چه برای استفاده و وریفای نئوبانک ها و چه پلتفرم ها، این نکات رو باید رعایت بکنید. اینکه سیم کارت گوشی حتما درآورده بشه اولین نکته هستش. بعد وارد تنظیمات گوشی میشید، گزینه ریژن رو سرچ کنید. به عنوان مثال ما از استونیا الان میخوایم اقدام بکنیم. از آیدی کارت استونیا برای حالا پلتفرمی میخوایم وریفای بکنیم یا وارد اپلیکیشن ریولوت و یا اپلیکیشن دیگه‌ای بشیم برای وریفای. ریژن ما ایران هستش، از اینجا تغییر میدیم به استونیا. وقتی که تغییر میدیم تغییر ساعت رو هم متوجه میشیم. برمیگردیم گزینه دیگه که باید بهش دقت کنیم ثبت میکنیم لوکیشن هم اینجا باز بکنه. لوکیشن گوشی حتما آف باشه که الان روشن است، خاموشش کردم. مورد بعدی که تو تنظیمات باید انجام به گزینه چهارم ما میشه در حقیقت. گزینه اول در آوردن سیم کارت، گزینه دوم تغییر ریجن، گزینه سوم لوکیشن آف، گزینه بعدی تایم هستش. شما قسمت تایم میرین، از اینجا تایم اتوماتیکلی رو آف میکنین که برای بنده آف هست. این باید آف باشه. سیم کارت گوشی در آورده شده باشه و اینترنت رو به صورت هات اسپات دریافت کنید. برنامه سوپر پروکسی که ملاحظه میکنید این رو جلو باید نصب بکنید از فروشگاه گوگل. و اگر از طریق پلتفرم میخواید اقدام بکنید برای وریفای، به عنوان مثال آپورک، الدورادو و هر وبسایت دیگه‌ای، ترجیحاً از مرورگر جدید استفاده کنید مثل برایو. این مرورگر رو شما میتونید از فروشگاه گوگل تهیه بکنید. سوپر پروکسی تنظیماتش آسان هستش، تو استوری هست یا ویدیو خدمتتون ارسال میکنم. از قبل من تنظیم کردم سرور و یوزرنیم پسورد رو کانکت میزنم که این آی پی روی استونی شهر تالین تنظیم هستش. قبل از اینکه بخوام وارد پلتفرم میشه و کاری انجام بدم، وارد وبسایت آی پی تو لوکیشن میشم تا مطمئن بشم که کشور و شهر رو صحیح انداخته. اینجا منتظر میشیم. کانتری استونیا و سیتی تالین. خب این درست هستش، خیالم راحت میشه. وارد برایو میشم. لطفاً قبل از اینکه از آی پی رزیدنتال استفاده کنید و از طریق سوپر پروکسی کانکت بشید، اون آی پی که تنظیماتش رو بنده خدمتتون میدم، یک اکانت هاتمیل یا در حقیقت اوتلوک بسازید، چون ایمیلی نباید استفاده شده باشه که آی پی ایران روی اون انداخته شده باشه و با آی پی رزیدنتال هم ساخته نمیشه. از همین وی پی ان های ویتوری و غیر ذالک استفاده کنید. ببینید بالای گوشی علامت وی پی ان هستش، اون در حقیقت سوپر پروکسی هستش که نشون دهنده این هستش که کانکت. لذا ما چه برای ریولوت چه برای پلتفرم های دیگه اگر بخوایم لینک اکتیویشن رو بخوایم کلیک بکنیم، باید تو همین گوشی باشه و با همین آی پی. به عنوان مثال برای این وبسایت مورد دیگه هیچی نداره. فقط نکته ای که برای بعضی از گوشی های اندروید لازم هست که رعایت بشه، گزینه فروشگاه گوگل هستش. این که فروشگاه گوگلتون آی پی ایران نندازه. چه کار باید انجام بدید؟ وارد تنظیمات میشیم، قسمت اپس میریم و کش و کوکی فروشگاه گوگل رو پاک میکنیم. مثلا اگر بخواید اپلیکیشن ریولوت و یا وایز یا پی100 نصب بکنید، قبل از اینکه شروع به دانلود بکنید این کار رو انجام بدید. گزینه استور رو میزنید.
این گوگل پلی استور، از این پایین کلیر کش و کلیر دیتا و بعد مجدد با VPN وارد فروشگاه گوگل میشید و اون اپلیکیشن رو دانلود میکنید. به عنوان مثال الان وارد مثلا وبسایت الدورادو میخوام بشم. eldorado.gg اشتباه تایپ کردم. مجدد عنایت بکنید الان بنده سیم کارت خودم رو در نیاوردم چون برای این ساخت فیلم آموزشی هستش، ولی که شما زمانی که بخواید اقدام کنید حتما سیم کارت باید در آورده باشه و ریژن گوشی مطابق با اون IP و کشوری که بخواید اقدام کنید. به عنوان مثال تو این پلتفرم که بخواید وریفای رو انجام بدید گزینه لاگین رو میزنید و همه چی تحت این مرورگر انجام میشه. مرورگر ویوالدی هستش، بریو هستش که این مرورگری هستش. خوب تازه نصب شده و من تازه نصب کردم. شما هم وقتی تازه نصب بکنید هیچ کلیر و کشی هیچ کش و کوکی توی مرورگر نیست. اینجا گزینه وریفای الان میاد میزنم و بعد گزینه ثبت نام که ایمیل میخواد، پسورد میخواد و بعد ایمیل اکتیو کد رو فکر میکنم به ایمیل ارسال میکنه که اون کد رو وارد میکنید و الباقی مراحل. نکته‌ای که اینجا هست به عنوان مثال اینجا که با IP استونی و ریجن استونی داریم اقدام میکنیم create an account اینجا رو میزنیم، ایمیل ادرس و پسورد. هر آدرسی مثلا آدرس پستی بخواید پیدا بکنید از چت جی پی تی میتونید کمک بگیرید، از گوگل میتونید استفاده کنید، از گوگل مپ هم همینجور. هر آدرسی یا مثلا الان برای شهر تالین هستش، برای شهر تالین یه آدرس توی گوگل پیدا میکنید و بعد شماره خیابون و شماره آپارتمان رو عددش رو کم و زیاد میکنید.